کابل پایتخت افغانستان سالهاست که با بحران شدید کم آبی روبرو است. منابع آبی زیرزمینی کاهش یافته، رودخانه‌های داخلی خشک شده‌اند و مردم با مشکلات جدی در تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی مواجه‌اند. در این میان پروژه انتقال آب دریای پنجشیر به کابل به عنوان یک راه حل مطرح شده است. اما آیا این پروژه می تواند به طور مؤثر مشکل کمبود آب را حل کند یا چالش‌های زیست محیطی، اجتماعی و فنی را به یک معضل پیچیده تبدیل خواهد کرد؟ دریای پنجشیر یکی از بزرگترین منابع آبی در افغانستان می باشد. آب خود را از کوههای هندوکش دریافت می کند. این رودخانه از ولایت پنجشیر عبور کرده و سپس به رود کابل می پیوندد. طرح انتقال آب این دریا به کابل شامل ساخت تونل‌ها، کانال‌های بزرگ و تصفیه‌خانه‌های مدرن است تا بتواند آب را به شکل پایدار و کارآمد به مردم پایتخت رساند. این پروژه مزایای بسیاری دارد. قبل از هر چیز می تواند بحران آب در کابل را تا حد زیادی کاهش دهد و زندگی میلیون ها نفر را بهبود بخشد. کشاورزی رونق می گیرد، سلامت عمومی ارتقا می یابد و مشاغل جدید در زمینه مهندسی و ساخت و ساز ایجاد می شود. اما در کنار این مزایا نگرانی‌های نیز وجود دارد. آیا این پروژه می تواند بدون آسیب به اکوسیستم منطقه اجرا شود؟ آیا ساکنان پنجشیر با انتقال آب موافق خواهند بود؟ هزینه‌های هنگفت اجرایی این طرح از چه منبعی تأمین خواهد شد؟ برخی کارشناسان بر این باورند که تغییر مسیر آب ممکن است باعث کاهش منابع آبی محلی و تهدید برای کشاورزان و دامداران پنجشیر باشد. همچنین اجرای این پروژه در مناطق کوهستانی و فناوری‌های پیشرفته نیاز دارد که هزینه‌های آن را چندین برابر می‌کند. در کنار این مشکلات، مسئله امنیتی و مقامات‌های اجتماعی نیز از موانع بالقوه این طرح هستند. با این حال، برای موفقیت این پروژه می‌توان اقدامات انجام داد. بررسی دقیق اثرات زیست محیطی، تخصیص عادلانه منابع آب، تأمین مالی پایدار و استفاده از فناوری‌های نوین راهکارهایی هستند که می‌تواند این طرح را بهبود بخشند. همچنین گفتگو و مشارکت مردم محلی در تصمیم گیری می‌تواند از تنش‌های اجتماعی جلوگیری کند.